پلتفرم مال با استفاده از شماره‌های مختلف از کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، هند، پاکستان، عربستان سعودی، امارات، سودان و سایر کشورها از طریق تلگرام و واتساپ با افراد تماس می‌گیرد. آنها قربانیان را به بهانه ارائه فرصت‌های سفر به کشور قربانی هدف قرار می‌دهند. آنها سپس در این پلتفرم مشاغلی را ارائه می‌دهند و وعده درآمد و پورسانت بالا را می‌دهند و امیدهای واهی ایجاد می‌کنند تا قربانیان خود را فریب دهند. آنها افراد را متقاعد می‌کنند تا در این پلتفرم حساب ایجاد کنند. در ابتدا آنها $50 به عنوان پاداش به این حساب‌ها هدیه می‌دهند. سپس قربانی تشویق می‌شود تا کیف پول‌های دیجیتالی خاصی را نصب کند و حساب خود را با استفاده از ارز دیجیتال تامین مالی کند. علاوه بر این، آنها اغلب آدرس کیف پول دیجیتال پلتفرم را برای هر پرداخت تغییر می‌دهند. این روش برای غیرقابل ردیابی تراکنش‌های مالی پلتفرم طراحی شده است. علاوه بر این، آنها قربانی را تشویق می‌کنند تا حساب خود را تامین مالی کند و سفارشات جعلی را از وبسایت‌هایی مانند آمازون، علی بابا، علی اکسپرس دریافت کند تا کمیسیون دریافت کند.